اگه یادتون باشه یه ایده خیلی جدیدی داخل یوتیوب آوردم که با $100 وسایلمون رو ارتقا میدم و امروز میخوام این چالش رو یه کمی هیجانی تر بکنم. با مبلغ $2000 یعنی 100 میلیون تومان وسایل یوتیوبمون رو ارتقا بدیم. ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن چون یه گره کشی خیلی خفنم داخل این ویدیو داریم. خب بچا اولین چیزی که واقعا خیلی برام مهم بود که بخوام عوضش کنم صندلیم بود، چون واقعا داشت کلافم میکرد و کمر درد و گردن درد گرفته بودم. البته صندلیو خیلی زودتر قرار بود عوض بکنم چون حالا یه اتفاقای افتاده، اون صندلی که میخواستم پیدا نشد، مجبور شدم یه صندلی خیلی ساده بخرم و خیلی سریع دست به کار شدم و رفتم سایت دیکس ریسر و صندلی که خیلی دوست داشتم بخرم صندلی دیکس ریسر کرافت پرو بود و چون میخواستم این صندلی رو از دبی بخرم با فروشگاه سینگو پی سی تماس گرفتم و باهاشون هماهنگ کردم که این صندلی رو برای من بیارم و اونا هم سفارش من رو ثبت کردن و صندلی رو خریدن. و یه مشکل دیگه ای هم که موقع رکورد کردن ویدیو داشتم باتری دوربین بود که هی باتری دوربینم خالی میشد چون فقط یه دونه باتری بیشتر نداشتم. واسه همین دو تا دیگه باتری اضافه خریدم. و چیز بعدی که خیلی ما رو اذیت میکنه لنز دوربینه. لنزمون یا خیلی وایده یا خیلی زومه که لنز من واقعا خیلی زوم بود و باید یه لنز واید می‌خریدم. لنزی که خودم داشتن لنز سیگما 30 میل f1.4 بود و باید یه لنز 16 میل f1.4 می‌خریدم، یعنی لنز واید. آقا من نه تنها یه لنز میخوام که واید باشه، چون الان نگاه کنین قشنگ توی صورتم لنز خیلی زومه، و اینکه یه دونه استابلایزر هم میخوام، یعنی یه گیمبال هم بخرم که وقتی من ولاگ میگم با این دوربین اینجور تکون نخوره و نلرزه. بریم یه گیمبال خوبم پیدا کنیم و اونم بخریم. گیمبال DJI R3 همین گیمبالم سفارش دادم و تا از این به بعد دیگه توی ویدیوها دیگه این دوربین نلرزه و راحت بتونم ویدیومو رکورد کنم. هم که داشتم محصولاتو سفارش میدادم موسم واقعا داشت اذیت میکرد، اسکرولش بالا پایین نمیشد و خیلی داشت رو مخم میرفت. واسه همین رفتم سایت آمازون و آخرین مدل موس ریزر و کیبورد ریزرم سفارش دادم. خلاصه همه این محصولاتو سفارش دادم و بالاخره تموم شد، ولی مثل اینکه خیلی قرار طول بکشه تا اینا برسه دستم، چون یه عدهشون از آمازون قراره بیاد، یه عدهشون هم از سایت‌های ایرانی. خب اولین بسته که دستم رسید یه لنز سیگما خریدم برای دوربین دمتگر، و اینکه آقا بریم آنباکسش بکن. یه لنز سیگما 16 میله که این لنزی که الان من دارم لنز سیگماه ولی خب 30 میله. 30 میل یعنی خیلی زومه، اینجور میاد جلو. اوکی. و یه لنز 16 شما بندازین رو دوربینتون، افش هم همون 1.4 یعنی پشتینا رو خیلی خوب بلر میکنه. بریم اینو آنباکس کنیم. فقط میخوام خیلی سریع آنباکس بکنم چون آنباکس های زیادی داریم و کلی وسایل رسیده دستمون. این از لنزمون، لنز سیگما 16 میله f1.4. الان میبینی لنز افتاد شکست. آقا این از لنز و این هودی لنزه که حالا جلوی ضربه اینا رو میگیره، نور آفتابو میگیره. نگاه کنید این از لنز سیگما و اینم هودی لنزش. اوکی اینو می‌نازیم روی این. و بچه این ویدیو هم گره کشی داره. از اونجایی که شما عاشق این کنسول شده بودین قراره به 2 نفر از کسایی که کامنت میذارن قراره از این کنسولی که خیلیاتون دوست داشتین بدیم. بچه داخلش 2000 تا بازی داره، به همه تلویزیونم وصل میشه، خیلی هم راحته، تازه 2 دسته هم هست. پس توی کامنت ها آیدی اینستاگرامتون حتما بزن. قراره به 2 نفر از این کنسول بازی بدیم و به 3 نفر از این ایرپادایی که توی اکثر ویدیوهامون گره کشیشون رو داریم قراره 3 تا از این ایرپادا بدیم. پس 5 تا جایزه داریم. پس اگه میخوای برنده این جایزه بشی همین الان ویدیو رو لایک کن و توی کامنت هم آیدی اینستاگرامتو بنویس. هر چقدر کامنت بیشتری بذاری شانس برنده شدن هم برای این کنسول گیمینگ یا این ایرپادا بیشتره. خب بچا بریم سراغ یه محصولی که اونو خریدم که وقتی شما ویدیوهای ما رو میبینین دیگه ویدیوهامون نلرزه و خیلی خوب باشه. محصولی که خریدیم یه گیمبال DJI که شنیدم که خیلی خفنه. بذاریم مدلش رو ببینن. DJI RS 3 مینی. این مینیش بچه مثل اینکه وزنش خیلی کم بود و حالا از دوستام هم داشتن میگفتن که خیلی خوبه و واقعا ازش راضی بودن. این از جعبش. بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم. بچه من اینا رو همه‌شو سفارش داده بودم، فقط منتظر بودم که همه‌شون برسه یه جا بعد یه جا آنباکسش رو بذارم. کوالیتی جعبه رو. این چیشه؟ فکرم آداپتور و شارژر، 2 تا کابل تایپ C داره، 2 طرف تایپ C، می چند تا پیچ و اینا داره. بچه یه دونه هم پایه دستی تور داره که اینو حالا وصل می‌کنی به تهش اگه می‌خوایم بلندتر بشه، یا سه‌پایه‌شه. این سه‌پایه‌شه. اوکی. آقا بریم سراغ خود گیمبال. ببینیم گیمبالش حالا وزن دوربینو که میتونه تحمل بکنه و اینکه آقا اینجا رو داشته باش. و این صحنه که توی آنباکس همه دوست دارن. همین چقدر کوچیک بود. بریم با هم دیگه اینم تستش بکنیم و ببینیم واقعا اینو دوربین رو روش وصل بکنیم و بدویم و اینور اونور تکون بدیم میلرزه یا نه.
گیمبال من کلا ستاپ کردم و همه چیشو وصل کردم. الان تقریبا درست شده و شما دوربین و گوشی رو میتونین روی اینجاش وصل بکنید و وزنش خوبه، یعنی نه خیلی سبکه نه خیلی سنگینه. اینجا دکمه پاور داره که اونو نگم داریم روشن میشه. بچا اینجا نگاه کنید یه دونه شوک داره که با این شوک شما میتونید جهتش رو عوض بکنید. با کلی مود مختلف، مود فالو هم داره که مثلا دوربینتون رو میتونید لاک بکنید روی خودتون، روی تصویر خودتون و هر طرف که میرید این گیمبال برمیگرده و فقط از شما فیلم میگیره که به نظرم اینش خیلی خفنه. بریم با هم دیگه دوربین رو روی این وصل بکنیم و ببینیم واقعا لرزشگیرش ارزش خرید داره یا نه. بچا استابلایزر جدی خیلی خوبه، یعنی من اگه دوربین رو تکون بدم الان دقت بکنید دوربین اصلا نمیلرزه، لرزش که اصلا نداره. من به ولاگا رو سعی میکنم با این بگیرم و اینجوری هم میتونیم سلفی بگیریم که به نظرم خیلی باحاله. و اینم حالا میتونیم هر طرف که میخوایم اینجا دوربین رو بچرخونیم، حالا از خودمون فیلم بگیریم، اینجا تنظیماتش رو میتونیم کلا انجام بدیم. در کل به نظر بچا ارزش خرید داره. برندش هم دی جی آی حالا من قبلا یه دوربینش هم داشتم، اوزمو پاکت تو رو که حالا فکر کنم بچا دیده باشن دیگه. به نظرم چیز باحالی و ارزش خریدم. خب بچا الان این تصویرایی که میبینید و بدون گیمبال دارم میگیرم و دوربین توی دستم و اگه دقت بکنید یه لرزشایی داره. بچا الان این تصویر که داریم میبینید و با گیمبال دارم رکورد میکنم و اگه دقت کنید لرزشش خیلی خیلی کمتر شده و دوربینم خیلی خوب داره فیلمبرداری میکنه و جهتینا هم کلا صافه. و بچا اسپانسر این ویدیو هم فروشگاه PS6 رو که شما هر محصول گیمینگی رو بخواین و میتونین این فروشگاه تهیه کنین. قیمتاشون که واقعا خیلی خفنه. من خودم چند باری ازشون خرید کردم. خرید حضوری هم میتونید داشته باشین و آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون هم این پایین گذاشتم. حتما به فروشگاهشون سر بزنین که فوق العاده است. و وسیله دیگه‌ای که نیاز داشتم برای رکورد کردن توی بیرون این بود که بچا باتری دوربینم خیلی زود خالی میشد و برای همین چند تا باتری اضافه خریدم که بریم اینا رو با هم دیگه آنباکس کنیم. چه دسته‌بندی داره، انگار C4 بهمون فرستادن. آها این شارژرشه. بچا این دوربینای سونی مثل گوشی شارژ میشن، یعنی خود کابل شارژر رو میزنیم به دوربین، باتری اونجور داخل دوربین شارژ میشه. قیمتاشو دقیق یادم نیست، حدوداً 1 تومن 1 خورده قیمت این باتریا بود. اینم شارژرشه که حالا یه کابل آداپتورشو نخریدم. حالا اشکالی نداره. اینم بچا یه دونه فیلتر یووی برای دوربین که البته این برای همون لنزیه که الان میبینید، یعنی لنز 30 میله. برای اون یکی لنزمون هم خریدم فیلتر. ضربه اینا اگه به لنزتون بخوره خب حالا این فیلتر نمیذاره بخوره. بچا اینم دو تا باتری معمولیه که حالا برای ولاگ و اینا بیرون میرم میگیرم، اینا رو شارژ میکنم خیلی راحت با همین دستگاه. بعد دیگه میندازیم توی دوربینمون و کوالیتی ولاگامون خیلی خیلی بهتر میشه. اینم از فیلتر لنز فیلتر یووی براش خریدم. بچا اینا قیمتاشون خیلی متغیره، یعنی اصلا فکر کنم 10 میلیونیش هم حتی باشه، ولی خب نمیدونم فرقشون دقیقاً تو چیه. درش باز کن. با من ازدواج میکنم. آقا فیلتر یووی اینه که اینو جلوی دوربینتون میزنین و حالا نمیدونم فرق میکنه یا نه. بیایم با هم دیگه همین الان تستش کنیم. بچه‌هایی که دارین داشتالی میبینین الان شما با فیلتر یووی ما رو میبینین. خب بچه‌ها الان فیلتر رو انداختم، زیاد فرق نمیکنه، یعنی این فیلتر بیشتر در حد اینه که مثلا جلوی خط و خش رو بگیره، ولی خب میگن یووی هم داره نور آفتاب و اینا رو یکم بهتر نشون میده. شاید مثلا اونایی که گرونتر اینجور نشون میده، نمیدونم. بچا الان حدوداً چند روزی میگذره از اون روزی که من همه وسایل رو آنباکس کردم و یادم افتاد که یه وسیله جا مونده بود. بچا برای این لنز 16 میله من یه فیلتر لنز خریده بودم و اینو یادم رفته بود که آنباکس کنم، زیر وسایل مونده بود. اینم قیمتش بچا حدوداً فهم طرفای 900 تومن یا 1 تومن بود و جعبش کوالیتیش خیلی باحاله. یه دونه دستمال داخلش داره، از فیلتر قبلی این خیلی بهتره به نظرم. بچا اگه ظاهرش رو نگاه کنی یه دورش طلایی طور داره که خیلی خفنه. اینو روی این لنزی که الان دارین میبینید که خیلی واید و همه جا رو نشون میده باید وصل کنم و بچا بیاین این فیلترها رو الان وصل بکنم ببینیم فرقی میکنه یا نه. الان فیلترها رو انداختم ولی آنچنان فرقی نمیکنه، ولی خب از لنزتون محافظت میکنه و نمیذاره خط و خش توش بیاد. خب بچا همونطور که فهمیدین دیگه نیاز بود که یه موس دیگه بخرم و موس هم واقعا تکراری شده بود. یه موس ریزر خریدیم که موس خیلی خفنیه، باسیلیکس پرو V3 یعنی ورژن 3 شه که بچا فکر کنم آخرین مدل موس ریزر همینه. بچا تا اونجا که میدونم میگن رخ موس رو نگاه کنید. آقا موس واقعا خیلی خوش دسته و بچا هم میتونین با کابل بزنین این موس و هم بلوتوثیه و دکمه‌اش هم میتونین کاستوم کنین. اینش خیلی خوبه. نگاه کنید یه دکمه اینجا داره، دو تا اینجا داره، دو تا اینجا داره و این اسکرول موسش هم حتی دکمه است، یعنی شما میتونین چپ و راست بکنین و صدای موس
صدای خوبی هم داره. آقا موسش واقعا خوش‌دسته، نه خیلی سبکه نه خیلی سنگین. اینجا هم که اون پورت فکر کنم بلوتوثشه که اینجا وصل می‌کنید. اوکی. و اینکه بچا داخلش هم یه قطعه هستش شبیه هاب بیشتر یا تبدیله. این طرفش تایپ سی، این طرفش یو اس بی و روش هم یه دونه ریزر زده. دقیق نمیدونم چی، حالا اینو اگه فهمیدم بعداً توی اینستاگرام بهتون میگم. بچا واقعا موس خیلی خوشگلیه. این آر جی بی اینا رو میتونین کاستوم بکنین هر رنگی که دوست دارین، هر افکتی که میخواین. و این اسکرولش هم بچا شما میتونین نگاه کنین، الان اسکرولش خیلی نرمه و بی صدا داره میچرخه، تکون میخوره. میتونین این دکمه رو بزنین اسکرولش قفل میشه. واقعا خیلی اینش خفن و آپشنای باحالی هم داره. خب بچا وسیله بعدی دیگه فکر کنم خودتون بدونین چیه. کیبوردیه که کیبورد ریزر خریدم و این الان میخوره تو صورتمون. آقا کیبورد ریزر بلک ویدو V4 پروه که فکر کنم تازگی هم اومده بود. آخرین نسخه کیبورد ریزر همین کیبورده. و بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم. آقا این کیبوردهای ریزر، این بلک ویدو ها همشون فلز جنسشون و چقدر خفنه. آقا اینجا رو نگاه کنید، بسته‌بندیش خیلی خوبه. یه دفترچه راهنمای مشکی داره که خیلی باحاله که حالا داخلش نوشته دکمه‌اش برچیه. کلی کلید داره که شما میتونید هر کدومو کاستوم کنید. اینجا هم استیکرهای ریزر که حالا برچسباشو میتونید بکنید هر جا دوست داشتین بچسبونید. آقا بریم سراغ خود کیبورد. چقدر کیبورد سنگینه. کلا بچا جنسش از فلزه و به خاطر جنسش خیلی هم سنگینه. این از کیبورد بچا این یه اسمی داره این زیر میزنه، استراحتگاه، فارسیش این بود، استراحتگاه موش دست و اینا. آقا این کابلشه که وایرلس نیست، با کابله. خب بچا بریم این اول اسفنج زیر موش دستشو باز کنیم. چقدر باحاله بچا. این تا اونجا که میدونم دورش هم RGB داره، یعنی یه مدلایی هست که این RGB نداره، نور نداره، ولی این یکی داره. از اینجا سوکتش رو مدل آهنربایی مگنتی وصل میشه به کیبورد. بریم سراغ خود کیبورد. آقا کیبورد واقعا وزنش خیلی زیاده. کیبورد ریزر بلک ویدو V4. آقا این از زیر کیبورد که میبینید یه تکسچر خاصی داره. بچا بریم با هم دیگه صدای کیبوردم بشنویم. صداش زیاد رو مخ نیست و رنگ سویچینگ اینا هم سبز اینهاش بچا. اینا سبزه که حالا هر کس بخواد میتونه اینا رو عوض بکنه و صدای کیبوردش تغییر کنه. این از خود کیبورد که بچا 3 تا کلید هم اینجا داره که فکر کنم اینا رو میتونید هر کدومش رو شما کاستوم بکنید. و اینجا هم یه دکمه داره که اینجور میچرخه برای ولوم و اینا، دوباره اینا هم میشه کاستوم کرد. اینجا هم یه دکمه دیگه داره که اینم کاستوم میشه، ولی در کل کیبورد خفنیه. حالا اینم بریم با هم دیگه روشن کنیم ببینیم RGB چقدر خوشگله و RGB هم تا اونجا که میدونم میشه کاستوم کرد. آقا اینم مگنتی بهتون گفتم، آهنربایی نگاه کنید. اینو کافیه فقط اینجور نزدیکش بکنین، این خودش دیگه فکر کنم اینجوری وصل میشه دیگه. بچا من حدود 1 هفته با این موس و کیبورد کار کردم و واقعا ازشون راضیم. یعنی خیلی خیلی موس راحتیه و کیبوردم واقعا کیبورد فوق العاده ایه و بهتون پیشنهاد میکنم که اگه یه روزی خواستین موس و کیبوردتون رو توی این رنج قیمت عوض کنین، واقعا اینا بهترین بود. خب بچا دیدین دیگه، آقا صندلی منم دیگه نابود شده بود و قرار بود یه صندلی بخرم که طرحش حالا این بغل میاد که دیکس ریسر کرافت بود، مدل سامورایی و اینا خیلی خفن بود، ولی خب هیچ جا پیدا نشد. نزدیک 3 ماه دنبال این صندلی گشتم ولی خب کلا تو دبی و اینا نبود. و یه صندلی دیگه خریدیم که شما کلیپش رو دیدین، صندلی دیکس ریسر کرافت مدل مشکی و سفیدش رو خریدم که دیگه رنگ زیاد تکراری هم نشه. آقا این صندلی رو باید بریم با هم دیگه ستاپ کنیم. بذار آنباکسش همین الان با شما آنباکس کنم دیگه. بچا رنگ سفید مشکی خریدم دیگه، رنگ سفید مشکی با همه چی میاد دیگه. نخواستم دیگه نارنجی و اینا داشته باشه. اون صندلی قبلیم یه نارنجی داشت، یادش بخیر. اون صندلی من پارسال یا پیارسال فکر کنم خریده بودم. آقا صندلیم طرح خاصی نداره، همون دیکس ریسر خیلی ساده و معمولی و جنس و کوالیتیش خیلی خفنه. از این طرفم که شما میتونید گودی کمر و اینا رو پر کنی، اینو هر چقدر بچرخونی این پشتش جلوتر میاد و گودی کمرتون رو میگیره و این فقط ستاپ کردنش خیلی طول میکشه. آها این یه بالشک هم داره که بچا اینجا وصل میشه. بذارید من الان بیارم وصل کنم. فقط کجا گذاشتمش بچا؟ اینم از بالشک گردنیش که حالا کلمه دیکس ریسر رو روش نوشته. پشتش اگه نگاه کنی دقیقاً مثل همینجاست. بیایم با هم دیگه اینم وصل کنیم. اینجور میره داخل این که بالا پایینم میشه. و اینو چون از دبی سفارش داده بودم خیلی طول کشید برسه دستم، نزدیک 3 هفته اینا فقط همین صندلی طول کشید. آی انار انار بیا بخوالینم، شبنم گل نار بیا بخوالینم. این صندلی قبلیمون بود دیگه، بنده خدا واقعا داشت نابود میشه. اونم موقع چون حالا ریویوهامون خیلی پایین بود اسپانسر شده بودن، این صندلی رو بهمون داده بودن. صندلی دیگه میره. آقا صندلی جدیدمون رو بیاریم. صندلی دیکس ریسر کرافت، مدل کرافت پرو بود اشتباه نکنم. بچه خیلی صندلی باحالیه. الان دیگه همه چیز ستاپ کردم. ستاپش هم خیلی خیلی راحت بود. از اینجا بالا پایین میشد، چیز خاصی نداره. این دستگیراش تکون میخوره، آپشن خاصی نداره. این گودی کمر رو پر میکنه، اینش خیلی خوبه. یعنی یکی از دلایل اصلی که بچا من این صندلی خریدم فقط به خاطر پر کردن این گودی کمرش بود که خیلی نیاز داشتم و اینجوری خیلی صندلی راحت میخوابه. به نظرم واقعا ارزش خرید داره و بچا صندلی خیلی خیلی مهمه. سعی کنید
صندلی که می‌خرید حتما صندلی خوبی باشه، چون ساعت‌های طولانی روی صندلی میشینید. برای همین باید صندلیتون خیلی خوب باشه و اینکه این بالشتکش هم که بهتون نشون دادم بالا پایین میشه. برای فکر کنم هر قدی مناسب باشه، یعنی قد بلند باشین اوکی، قد کوتاه هم باشید اوکی. صندلی خیلی خوبه. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو داشتی نگاه می‌کردی. اگه تا این ثانیه ویدیو رو داری نگاه می‌کنی همین الان قلب قرمز رو توی کامنت‌ها بذار ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. و بچه‌ها اصلاً هم یادتون نره توی این گوره کشی شرکت کنین. قراره به 2 نفر کنسول بازی بدیم و به 3 نفر ایرپاد. پس تا میتونین کامنت بذارین و یادتون نره هم حتما باید این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کرده باشین. این زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما روشن کن که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم سریع باخبر بشید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. 2 تا ویدیو آخرام اگه ندیدین بریم ببینید که خیلی ویدیوهای خفنیه. تا این ویدیوهای چالشی دیگه بدرود. و بچا فروشگاه PS6 هم یادتون نره هر محصول گیمینگی که بخواید میتونید ازشون بخرید. من خودم ازشون یه اسپیکر خیلی خفن خریدم و قیمتاشون هم از همه جا مناسب تره. حتما به فروشگاهشون سر بزنید. پیج اینستاگرام هم دارن و خرید حضوری هم میتونید ازشون داشته باشید.